بسم الله الرحمن این دهوار کدوم دهواره؟ همون دهواری که داشت دهوار کدوم ماز؟ مشهد؟ بله انشالله سلامت شد زنده باشید خواهش میکنم بخشید من نبید احواز سلام انشالله به شما عافیت بده آقای فراستی ابراهیم آجا ابراهیم فراستی معاملت ما استاده خیلی ممنون آجا خدا سایه شما را از سر ما کم نکن سالم باشید انشالله خدا انشالله سایه شما را از سر ما کم نکن خدا انشالله شما را عاقبت بخیر سلامت باشید انشالله ما را عاقبت ممنون سلامت باشید شیرازی سلامت باشید خواهش یا پسرم آقای باسته کلمان باسته من حالتون چطوره؟ خدا برای عزت جلال شما عفو کنه قربان شما برای حالتون چطوره؟ آقای نصر آزادانی خدا سلامت خدا فرزند آیت الله نجمی که 10 روز پیش فوت کردن. پسر آقای نجمی هستید شما؟ عجب. ممنون از وقتتون. متشکرم.
خدا بیامرزه آقای نجمی رو. شما کی جان باز شد؟ 1964 فاف گرفتن فاف 18 سالم بود. خدا انشالله سلامت بده انشالله سلامت بشه بهتون عافیت بده. اهل خراسانه ولی خب کجای خراسان؟ خراسان از سبزوار جغتای. جوین؟ بله از جوین، پدر مادرم جوینی. احوالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام موفق و مایت. زنده باشی. افتخارمون بر اینه که واقعا بزرگترین افتخار و زیارت جناب عالی واقعا یکی از آرزوهای بسیار ارزشمند ما بود. چطوری آقا جون؟ خوبی؟ از آن را بخواد به عمر شما خدا بیافزاید. نکنه نه دیگه خدا کریمه به هر دو بده. خدا حافظ و احوال شما رو حفظ کنه برام. احوال شما چطوره؟ آقای مهرابی بله؟ بله من مهرابی. احوال شما چطوره خانم؟ اسمت چیه؟ محدثه. اهل کجایین؟ خراسان رضوی مشهد. تو تظاهرات ها پشت سرش ما بودیم. همه جا بودیم. جدی؟ خیلی جوان بودیم اون وقت حتما. اون وقت شما هم جوان بودیم. ما هم جوان. راست گفتی. زنده باشی. انشالله موفق و معید. خیلی متشکرم. سلامت باشید. خدا قزوین تشریف آورده بود. لشکر قزوین تشریف آورده بود. آره. لشکر 16 قزوین. آره. لشکر 16 شما اونجا بودید؟ بله زیارتتون کردیم. دوباره هم شهادت داشتیم شما زیارت کردیم. انشالله موفق و انشالله جمع بشیم. قربان شما. حالتون چطوره؟ خوبید؟ مستری هم اومدن قرار بود یه چپیه به من بری گفت دفعه بعد کسی دیگر دفعه میدیم در رشون اسم شما چیه؟ نازنین زهرا. چی؟ نازنین زهرا. خیلی انشالله موفق. کلاس چندی؟ کلاس 4. دختر کی هستی؟ آقای خنبری. که اونجا دیدیمشون داره. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله حالتون خوبه. زنده باشید. سلام و رحمت الله. احوالتون چطوره؟ خوبی؟ زنده باشی. احوال شما چطوره؟ خوبی؟ سلام. آقای گرمابی؟ نشابور. گرماب نشابور؟ زنده باشید. آقای ترابیان ها؟ مال کجا؟ اهل تهران هم. تهرانی؟ بله. کی جانباز شدی؟ سال 61. حالتون چطوره؟ خوبی؟ من خوبم. آقای محمودی خدا انشالله بهتون اجر بده. خدا انشالله بهتون صبر بده. قبول کامل انشالله. عاقبت به خیری کامل.
برای بچه ها جان بازخری رو بکنم. شما چطور؟ خوبی؟ زنده باشی. اهل کجایی؟ رفسنجان. نرم ناظر بایدم نرم. نرندن گلبیسی شما؟ موفق خلاصه انشاءالله. آقای موسویه؟ فرک. فرک کجاست؟ کاشمره. بله. خدا انشالله خدا شما رو حفظ کنه، سایتون بالا سر کجا هستید حالا؟ من اصلیتم خب خرمشهری هستم ولی الان 31-2 سال تهران زندگی. بله. انشالله همه تون رو حفظ کنه. زنده باشید. انشالله بتونم ببرم هر دوشون درشون انشالله. جان شما چطور؟ سلامتی که انشالله شما خوب هستید. الحمدلله. شما چطوری؟ تشکر. انشالله که موفق باشید. خیلی خوشحال. انشالله بتون ببخشه، شما رو حفظ کنه، عافیت بده انشالله. مشمول الطاف الهی باشید. دلمون فرد. رضای خانساری هستم. مال کدوم لشکر بودید؟ من لشکر 5 اولفرز دار فلورستان بود. حالتون خوبه؟ سلامت باشین انشالله. قربون شما برم. زنده باشید. سلامت باشین. انشالله موفق و معید. انشالله که بتون اجر بده، صبر بده، تفضلاتش رو روز به روز بر شما زیاد کنه. احوالتون خوبی ها جون؟ سلامت باشید. خیلی ممنونم. انشالله حفظتون کنه. سر و جون خودمون و زن و بچه‌مون فدای شما، فدای یک لحظه عمر شما. خدا شما رو برای ما حفظ کنه. بچه انجام جامازان نخواهی بودیم و خدمت سلامت باشیم. 23 ساله انتظار یه همچین لحظه کشیدیم. 22 سال 23 ساله. 23 سال. بله.